همزمان با مذاکرات نخست وزیر اسرائیل گویا برای وادار کردن ترامپ به حمله بالای ایران به دیدار او با امریکا می رود و وزیر خارجه ایران گفته حتی اگر جنگ تحمیل شود از غنیسازی یورانیم دست نمی کشیم. عراقچی افزوده ایالات متحده چاره جز مذاکره ندارد و نماینده اسرائیل در سازمان ملل می گوید ایرانیان برخلاف ادعایشان عمل می کنند و تل‌آویو به تهران اعتماد ندارد. با این همه رئیس ستاد ارتش ایران گفته کشورش برای یک جنگ دراز مدت آماده می شود. سلام، به خبر 10 شب با من اسماعیل سادات و پردازش همکارم احمد شاه شکوهمند خوش آمدید. سلام شکوهمند، وقتت بخیر. در ابتدا می خواهیم از اینجا آغاز کنیم. آخرین ها از مذاکرات و احتمال جنگ ایران و آمریکا چی است؟ سادات، گونه‌ای که خودت در لیت اشاره کردی، گویا مذاکره میان تهران و واشنگتن در مسقط پایتخت عمان بیشتر از این که زمینه یک توافق همه‌جانبه میان آمریکا و ایران را فراهم بکنه، در واقع زمینه سازی برای یک جنگ درازمدت و طولانی کرده. به تازگی که اما قسمی که خودت در لیت هم گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است به واشنگتن و به دیدار دونالد ترامپ بره. گفته میشه که بنیامین نتانیاهو برنامه دارد تا ترامپ را وادار بکنه که به ایران حمله بکنه. البته در بود مذاکرات بیشتر خواهد پرداختیم و اما این که چگونه این مذاکرات میان تهران و واشنگتن در مسقط زمینه جنگ را فراهم کرده از زبان مقام‌های نظامی ایران میشه که برداشت داشته باشیم. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته کشورش آماده یک جنگ درازمدت میشه و در حال حاضر نیروهای مسلح ایران در واقع در حال آمادگی گرفتن بر این چنین یک جنگی هستند. همچنان آقای حاتمی صحبت کرده، گفته که نیروهای مسلح و نظامیان ایرانی در واقع دانه دانه کشتی‌های جنگی آمریکا را در خلیج فارس زیر نظر دارند و هر از گاهی که از طرف آمریکایی ها اشتباه محاسباتی صورت بگیره، یعنی که بخواین حمله بکنن، ایرانی ها کشتی های جنگی آمریکا را و ناوهای هواپیمابرشان زیر و رو خواهد کردن، از جمله ابراهیم لینکن را. و از مجلس شورای اسلامی ایران هم صحبت‌های داشتیم. آقای نبویان هشدار داد که تا 4000 عسکر آمریکایی را در واقع خواهند زد و از بین خواهد بردن در صورتی که مقام‌های آمریکایی دچار یک اشتباه محاسباتی شده و به ایران حمله بکنن. در همین حال نمایندگان دیگر جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی هم تاخت و تازهای به جانب آمریکایی داشتند و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم به تازگی گفت اگر جنگ دیگر بالای ایران تحمیل شود، با وجود تحمیل جنگ هم ایران از غنیسازی یورانیم دست نخواهد کشید. در این میان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صحبت‌های کرد و گفت که یک گام به جلوتر در مذاکرات با آمریکایی ها بیشتر گذاشته شده، اما اینکه آیا این مذاکرات واقعا زمینه ساز جنگ دیگر باشه یا توافقی برای یک آتش بس، از اینجا آفتابی میشه که مقام‌های آمریکایی گفتند که ما همچنان بر اون ادعای خود ما که گویا تأمین صلح از مسیر قدرت هست ادامه خواهد دادیم. با توجه به این صحبت‌هایی که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام میتن و هر از گاهی از آمادگی تا به دندان مسلحی در مقابل هر گونه حمله اشتباه محاسباتی آمریکا از او صحبت میکنن، گویا این مذاکرات بیشتر از این که جنبه توافقی داشته باشه، بیشتر جنبه در واقع جنگی داشته و زمینه را برای یک جنگ دیگر فراهم کرده. البته مقام‌هایی که بیشتر از سازنده بودن مذاکرات صحبت میکنن گفته میشه که بیشتر جنبه دیپلماتیک داره و فریبی هست و در واقع سکوتی قبل از طوفان هست و این جنگ احتمالی میان ایران و امریکا حتما باید در بگیره و آمریکایی ها از باعث اون ناآرامی هایی که در درون نظامشان دارن، حالا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایش در قضیه جیفر اپستین هم دخیل هست، از باعث او است که او
اون وضعیت نابسامان درونی آمریکا ترامپ را در حال حاضر مانع شده از حمله کردن و این سفر آقای نتانیاهو به آمریکا در واقع زمینه ساز حمله آمریکا و واشنگتن به تهران خواد باشه. اما از مقام‌های جمهوری اسلامی که مقام‌های نظامیشان به ویژه آمادگی کامل شنیدیم، هر لحظه و پیوسته صحبت کردن، گفتند که ما آماده هستیم و کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس زیر نظر ما هست. هر اشتباه محاسباتی که آمریکایی انجام بدن سر سالم از او به در نخواهند برد و جنگ منطقه‌ای در خواهد گرفت و در اون جنگ منطقه‌ای پای سربازان آمریکایی در واقع گیر خواهد کرد و این جمهوری اسلامی خواد باشه که برنده جنگ احتمالی باشه. البته در سازمان ملل نماینده اسرائیل هم صحبتایی کرد و گفت که به این مذاکرات خیلی خوشبین نیست، به خاطر از اینکه بالای ایران اعتماد ندارن و ایران زیر قول خود میزنه، هر از گاهی از مذاکره صحبت میکنه، بعد دوباره به اون خواستهای اصلیش که غنیسازی یورانیم هست، فناوری های بیشتر در سیستم و ساختار موشکیش هست، بیشتر کار میکنه و این بر مزاج و بر مذاق ترامپ و در واقع آمریکا خوش نمیخوره و زمینه ساز حمله آمریکا به ایران میتونه باشه. البته از رئیس کمیته جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا هم شنیدیم، گفتند که آمریکایی ها اتمام حجت کردند بر ایران و با این مذاکراتی که در حال حاضر شکل گرفته در واقع زمینه این را فراهم کردند تا به جهان نشان بدن که آمریکایی ها هستند که مذاکره خواه هستند و این ایران است که در واقع به خواستهای آمریکا و به خواستهایی که دونالد ترامپ مطرح میکنه تن نمیده و با این حساب اون حمله آمریکا بر ایران محتمل است و هر از گاهی ممکن است اتفاق بیفته. و اما این ایرانی ها هم گویا همچنانی که بر مذاکره پای پیش گذاشتن و قدم برداشتن، از تسلیحاتی کردن بیشتر خودشان صحبت کردن و زمینه را برای جنگ احتمالی دیگر فراهم کردند. سپاس. و همچنان شکومند روایت های میدانی از چی نقل می کنند؟ ادامه مذاکرات یا جنگ دیگر؟ خب عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آمد صحبت‌های کرد پس از مذاکرات مسقط، گفت که این بستگی داره به آمریکا و به نیت آمریکا که آیا آمریکایی ها نیت خوب در قبال مذاکرات دارن یا خیر. آمریکایی ها هستند که تعیین میکنن آیا مذاکرات ادامه پیدا بکنه و در کجا ادامه پیدا بکنه. آقای عراقچی باورش این است، وزیر خارجه ایران، اگر نیت خوب را آمریکایی‌ها نداشته باشن، ایران دیگه پای از مذاکره بر می داره و اگر بحث یورانیم و غنیسازی یورانیم باشه، حتی اگر جنگ هم تحمیل شوه، ایران از غنیسازی یورانیم پای پس نمیکشه. با این وجود اگر خواستای آمریکا اون جایی که میگن از مسیر قدرت میاین به خاطر تامین صلح که چند تا خواست مشخص دارن، بحث موشکی ایران است، بحث حقوق بشر است، بحث در واقع تسلیحات هسته‌ای هست، این موردها هست. اگر اینا به یک توافق جامع و درست نرسن، احتمالاً که حمله آمریکا بر ایران محتمل باشه. البته مقام‌های سیاسی و دستگاه دیپلماسی ایران پیوسته بر اون حق غنیسازی یورانیم خودشان تأکید کردند و گفتند که در مورد موشک‌های بالستیک اصلاً مذاکره نمی‌کنند، فقط مورد بحث و مورد مذاکره اون مورد هسته‌ای هست و از غنیسازی هم دست نمی‌کشند، فقط این را خواهند پذیرفت که با سلاح هسته‌ای دست نیابند. با تکرار هم گفتند که روایت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران این هست که جمهوری اسلامی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و اما استفاده از یورانیم غنی شده به خاطر برنامه‌های غیر هسته‌ای شدن ایران را بر خود حق می‌داند و این حق را از ایرانی‌ها کسی گرفته نمی‌تونه. با توجه به اون خواست‌ها و پافشاری‌های آمریکایی‌ها و شخص ترامپ بر عدم فعالیت‌های هسته‌ای ایران و از طرف دیگر این پافشاری ایرانی‌ها در مورد اینکه باید حق غنی سازیشان حفظ باشه و در اون مورد خیلی هم میدان خالی نخواهد کردن و کوتاه نخواهند آمد، در واقع روایت های میدانی برایندش این است که جنگ دیگر ممکن است اتفاق بیفته. بسیار تشکر از حضور در برنامه شکومند. همکارم ندیم بهرام در این مورد گزارش دارد. چند دقیقه شد؟
یک روز پس از پایان مذاکرات میان تهران و واشنگتن در عمان، هیئت آمریکایی روز شنبه از نو هواپیمابر آبراهام لینکن در نزدیکی ایران دیدار و بر برقراری صلح از راه نظامی تاکید کردند. در همین حال عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد بر ایران حمله کند، پایگاه‌های واشنگتن در کشورهای منطقه هدف مشروع این کشور خواهد بود. به دنبال آن، وزیر خارجه ایران در نخستین کنگره ملی سیاست خارجی در ایران تاکید کرده است که کسی حق ندارد فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند. چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنی‌سازی بکنم طبق قانون، به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم. ببینید چطور شد مذاکره. با این حال سید محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در مصاحبه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آغاز مذاکرات با نشر پیام به مقام‌های ایرانی از آن کشور خواسته بود تا اجازه بدهند 2 نقطه از شهر ایران را هدف قرار دهد. با گفته آقای نبویان، تهران در پاسخ به این گفته‌های ترامپ هشدار داده که اگر آمریکا به ایران حمله کند بیش از 3000 سرباز آمریکایی کشته خواهند شد. ملت ایران هم واقعا جدی به اینا پیغام داد. این دفعه اعلام کردیم این تو بمیری از اون تو بمیری نیست. آقا هم فرمودن، حالا پیغام‌های چی دادیم اونا رو غیر رسمی دادیم کاری ندارم. به سفارت سوئیس پیغام دادیم، به عمان پیغام دادیم. اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفته حالا من قرار شد، یعنی ارتوپورتی کردم و باید گفته اجازه بدید من 2 تا مکان ایران بزنم، شما به جواب بدید. گفتیم دیگه تموم شد. اگر دست پا خطا کنی حتما ماسه. همزمان با این، دفتر نخست وزیری اسرائیل خبر داده که بنیامین نتانیاهو 4 شنبه هفته پیش رو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار و در مورد مذاکره با ایران گفتگو می کند. بر اساس خبرنامه دفتر نخست وزیری اسرائیل، آقای نتانیاهو به این باور است که هر گونه مذاکره با تهران باید مسائل محدودیت موشک‌های بالیستیکی و حمایت نکردن گروه‌های نیابتی در فهرست پیام‌های واشنگتن به تهران گنجانیده شود. با این حال سفیر اسرائیل در سازمان ملل در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که این کشور خواهان حل مسالمت آمیز مسائل پیش آمده با ایران است و تهران هیچگاه نمیتواند به فعالیت هسته‌ای و گسترش آسیب پذیری در منطقه ادامه دهد. همه ما خواهان یک راه حل مسالمت آمیز برای این وضعیت هستیم، اما وقتی به ایرانی ها نگاه می کنیم باید بگویم بسیار بدبین هستم، چون آنها به تهدید اسرائیل و ایالات متحده ادامه می دهند. آنها باید بفهمند که نمی توانند به فعالیت تأسیسات هسته‌ای خود گسترش بی‌ثباتی و آشوب در منطقه ادامه دهند. این در حال است که اسرائیل پیوسته از فعالیت هسته‌ای ایران در منطقه هشدار داده و گفته بود که اگر تهران دست به سایت‌های هسته‌ای برساند، نتیجه آن بی‌ثباتی منطقه‌ای و تقویت گروه‌های هراس‌افکن منجر خواهد شد. پایان خبر 10 شب در یک وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.